سلام. اگه دلت میخواد بدونی یه دنیای بدون آزادی، با کنترل کامل ذهن، سانسور مطلق و حتی تغییر دادن گذشته چه شکلیه، پس جای درستی اومدی. توی این ویدیو قراره یه مرور کامل و خودمونی داشته باشیم به یکی از ترسناکترین و تأثیرگذارترین کتاب‌های قرن 20، 1984، نوشته جورج اورول. کتابی که خیلی‌ها میگن دیگه داستان نیست، واقعیته که توش داریم زندگی میکنیم. قبل از این که بریم سراغ داستان کتاب، یه نگاهی بندازیم به نویسنده‌اش. جورج اورول، نویسنده، روزنامه‌نگار و منتقد اجتماعی بریتانیایی بود. او اسم اصلیش اریک آرتور بلر بود، ولی با اسم مستعار جورج اورول شناخته میشه. اون به خاطر نگاه تیزبینش به سیاست، حکومت‌های سرکوبگر و نقش رسانه‌ها معروفه. کتاب‌هایی مثل قلعه حیوانات و همین 1984 به شکل نمادین دنیای وحشتناک دیکتاتوری و سانسور رو نشون میدن. جالبه بدونی اورول خودش هم توی جنگ داخلی اسپانیا شرکت کرده بود و تجربه دنیای واقعی سرکوب را داشت. 1984 رو در سال 1949 نوشت، یعنی خیلی قبلتر از تکنولوژی های امروزی. ولی خیلی از چیزهایی که تو کتاب میگه الان داره توی دنیای واقعی اتفاق میفته. 1984 یه رمان دیستوپیاییه، یعنی داستانش توی دنیای تاریک و کابوسگونه میگذره. نویسندش جورج اورول این کتاب رو تو سال 1949 نوشت، ولی داستانش تو سال 1984 اتفاق میفته. تو این دنیا یک حکومت به شدت دیکتاتور و تمامیت خواه به اسم حزب همه چی رو کنترل میکنه. رهبرش هم یه چهره نمادین به اسم برادر بزرگ یا همون بیگ برادر. همه جا عکسشه، همه باید عاشقش باشن، چون اگه نباشی نابود میشی. قهرمان داستان یه مرد ساده است به اسم وینستون اسمیت، کارمند وزارت حقیقته. اسمش قشنگه ولی کارش اینه که حقیقت رو دستکاری کنه. وینستون کم کم از این سیستم خسته میشه. حس میکنه یه جایی کار میلنگه، انگار حقیقتی پشت پرده است که نباید بدونیم. شروع میکنه به نوشتن تو دفتر خاطراتش، که البته کاریه که اگه کسی بفهمه مجازاتش قطعاً مرگه. وسط این سرکوب وینستون عاشق یه دختر میشه، جولیا. اونا یه رابطه پنهانی رو شروع میکنن، چون عشق و رابطه واقعی توی این دنیا ممنوعه. چرا؟ چون اگر عاشق کسی باشی دیگه عاشق حزب نیستی. با هم دیگه تصمیم میگیرن یه جورایی علیه این سیستم قیام کنن. ولی وینستون و جولیا بالاخره گیر میافتن. اونا رو میبرن یه جایی به اسم اتاق 101، جایی که بدترین ترس هر آدمی اونجا منتظرشه. برای وینستون اون ترس موشه. بعد از شکنجه شدید جسمی و روانی وینستون دیگه میشکنه و چیزی بدتر از مرگ براش اتفاق میفته. عاشق برادر بزرگ میشه. بله، آخر داستان اون آدمی که تا چند وقت پیش از سیستم متنفر بود حالا میگه من عاشق برادر بزرگ هستم. 1984 فقط یه داستان نیست، یه زنگ خطره. اگه به سیاست، فلسفه، آزادی یا حتی ذهن انسان علاقه داری حتما یه بار این کتاب رو بخون. اگه از این خلاصه خوشت اومد حتما لایک کن و بگو دوست داری کدوم کتاب رو با هم بررسی کنیم. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. برادر بزرگ همیشه داره تماشا میکنه.